چرا ایسان اسلامی انقدر زود معروف شد؟ کسی که فقط تو چند ماه به 5.5 میلیون فالوور رسید. مورد اول، ادبیات منحصر به فردش، ساختن فحشای قشنگ، ناله استایلش، لهجهش، رفتارش با مردم، نوع تعاملش با خارجی‌ها، حتی واکنشش نسبت به اشتباهات خودش توی لایو یا استوریا و ظاهر و باطنش ازش یک کاراکتر جذاب ساخته. این یعنی برندینگ درست. مورد دوم، خداوندگار استوری تلینگ. در حدی داستان سازیش تو اینستاگرام قدرتمنده که تمام پکیج فروشای اینستاگرام باید برن یه دوره پیشش لونگ بندازن. خوابش میگیره میگه بریم یه 2 ساعت بخوابیم بعد پاشیم بریم کافه. حاجی رفتم این شلواره رو گرفتم اینجوری شد. کلی آدم رو همراه خودش کرد که ورزش کنن، خیلی‌ها گل گذاشتن کنار. آقا نگم دیگه، دوست دخترم میاد پیشش، ما کامل میدونیم قراره چه اتفاقی بیفته. اصلا انگار آدما تو قصه زندگی این آدمن و مهمترین تجربیاتش رو در دل همین داستانا به مردم انتقال. تو بیزنس بهش میگیم داستان سازی. مورد سوم، این بشر مغرور نیست. زمانی که جون دل معروف شد، یک نفر هم فالو نکرده بود. علیرغم اینکه حرفای جون دل هم چیزای خوبی بود، ولی ما احساس می‌کردیم که با یه بازیگر طرفیم. ولی این بشر هر کی دوست داشته باشه تگ میکنه، کامنت میذاره، فالو